پیشاب کردن در حمام ها در حالت غسل درست است. دردی خیلی تبابت ناشونده است. بعضی انسان به زن طلاق میگیره، فکر میکنه که زنش طلاق کرده است. خداوند برای این جمله مردم یک عذاب خیلی سختی خار کننده در آخرت آماده شخصیت، یعنی یک مدتی خیلی زیاد در عذاب جهنم این انسان باقی میماند. این رفتن دنیا یعنی فنا شدن و تیار شدن، نابود شدن دنیا در نزد خداوند آسانتر و سبکتر است از این که یک السلام علیکم دامالای شیرین سخن. آیا پیشاب کردن در حمام ها در حالت غسل درست است؟ نه برادر عزیز، درست نیست. پیشاب کردن در حمام ها، این حمام های چی؟ حمام های اینجا باشن یا حمام هایی که در وطن خودمون هستن، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نهی کرده هستند، بعد گفتن معنی داشتن، یعنی پیشاب کردن در حالت غسل باشه. اگر این حمام های ایجار شما در نظر داشته باشی، حمام های اینها اکثرش یعنی حاجت خانه و حمام یک جایه هست، بعضیش هست که علاحده و جدا هستند. اگر علاحده و جدا هم باشن چی خوبتر و بهتر میشه که خدا به دست گیره بعد از غسل کردن تو رفته پیشاب کنه. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که این حدیث امام ترمذی و نسائی و ابو داود روایت کردن از حضرت عبدالله ابن عمر بوده، روایت کردن که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم نهی کردن، یعنی بعد گفتن معنی داشتن از پیشاب کردن در حمام ها در حالت غسل کردن، پیشاب کردن در حمام معنی داشتن. حتی در روایت دیگه جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که لا یبولن احدکم فی مستحمه فإن عامة الوسواس منه. گفتن در حمام ها پیشاب نکنه. جناب پیغمبر گفتن در حمام ها پیشاب نکنه که بسیاری کسل های وسواس، کسل هایی که مردم ما کسل وسوسه میشوند، جناب پیغمبر گفتن که از همین پیشاب کردن در حمام ها پیدا میشود. یعنی اکثر مردم ها میان از ما از کسل های وسواس شکایت میکنن که این هم یک دردی خیلی تبابت ناشونده است. بعضی انسان به زن طلاق میگیره، فکر میکنه که زنش طلاق کرده است. بعضی انسان به طهارت کردن میگیره، بعضی انسان به بد دیدن همسرش یا یک نفر میگیره. جناب پیغمبر نهی کردن، گفتن از پیشاب کردن در همین یعنی حمام ها خودداری کنه که بسیاری کسل های وسواس از همین پیشاب کردن حمام ها پیدا می شود. رب العالمین در این آیت کریمه فرمودن که شخصی که قتل کنه مؤمن را قصدن، هر انسانی که یک انسان ایمان داره قصدن بکشه، هر انسان یک مؤمن قصدن بکشه، بس جزای این انسان یعنی جزا گفته حکم حق در بالای این انسان جهنم است، این دوزخ است، این شخصیت دوزختی میگرده. انسانی که یک مؤمن قصدن میکشه جزای این جهنم است، خالدن فیها، یعنی یک مدت خیلی طولانی در جهنم باقی میمانه این شخصیت، یعنی یک مدت خیلی زیاد در عذاب جهنم این انسان باقی میمانه. و غضب الله علیه، و غضب الله در بالای این شخصیت است، یعنی در بالای انسانی که یک مؤمن و مسلمان میکشه غضب الله در بالای این شخصیت است. رب العالمین گفتن و لعنه، و خداوند لعنت کرده است، یعنی لعنت خداوند یعنی از رحمت خدا بی نصیب است انسانی مسلمان کشنده مؤمن کشنده، و لعنت خداوند است در بالای انسان. و اعد له عذابا عظیما، خداوند برای این جمله مردم یک عذاب خیلی سختی خار کننده در آخرت آماده کرده است. برای این جمله مردم، این گونه مردمی که یعنی بنده های خدا را، مؤمن ها و مسلمان ها را میکشند، خداوند یک عذاب خیلی سخته در آخرت برای این جمله مردم پروردگار بزرگوار آماده کرده است. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که کل ذنب عسى الله ان یغفره الا من مات مشرکا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. گفتن خداوند تمام گناه از بنده هاش میبخشه. هر انسان هر نوع گناهی کنه، وقتی توبه کرد نزد خدا، توبه کرد از گناهش پشیمان شد، خداوند هر نوع گناه میبخشه، مگر خداوند گفتن نمیبخشه گناه دو شخصیت هست. یکمش انسانی که به خدا شریک آورد،
انسانی که مشرک شد گناهی مشرک خداوند نمیبخشه. یکم گناهی که نابخشیدنی این شرک است. برای شرک چی هست؟ یک انسان در برابر خدا یک چیزی را همچون خدا قبول میکنه، مثل یعنی بت پرستا، مثل دیگر گروه ها یک در برابر خدا شریک می. گناه شرک گناهی نابخشیدنی است برادران عزیز بزرگوار. و دیگر گناهی که خداوند نمیبخشه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که این گناهی است که یک شخصیت، یک انسان، یک کس قصدن میکشه، یعنی متعمدن قصدن یک انسان میکشه. گناه این شخصیت هم پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که گناهی نابخشیدنی است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند زوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. گفتن از بین رفتن دنیا، یعنی فنا شدن و تیار شدن، نابود شدن دنیا در نزد خداوند آسانتر و سبکتر است از این که یک مؤمن مسلمان کشته می شود. یعنی ببینه که کشتن یک مسلمان در نزد خداوند بچنان وزینتر و سختتر از نابود شدن از بین رفتن دنیا بوده است. یعنی خیلی گناهی بزرگ است، خیلی گناهی حتی در یک روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر انسانی را که وقتی میکشند در روز قیامت، این شخصیت میگه با او جسمی پر از خون، حتی در بعض روایت ها آمده است که سرش در دستش به نزد خداوند می آمده است، در دست دیگرش او شخصیت کشته بودش دست او است. میگه ای پروردگار، این بندت من از حیات دنیا محروم کرد، این بندت من کشته بود، من امروز بالای این دعوا دارم، ای پروردگار سختترین جزا را، سختترین عذاب برای عذاب کن. رب العالمین میگه حکم میکرده این انسان کشنده را داخل دوزخ میکرده. یعنی که کشتن انسان برادران عزیز بزرگوار خیلی گناهی بزرگ و گناهی نابخشیدنی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر فرمودند که من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. تن هر شخصیتی که در دنیا یک مؤمن و مسلمان کشته است، هر شخصیتی که یاردم کرده است، کشته است نه، هر شخصیتی که یاردم کرده است برای کشتن یک مؤمن و مسلمان، اگرچه به نصف کلمه، اگرچه یعنی یک نیم جمله گپ گفته که فلانی یعنی رفته کشه یا فلانی در فلان جا است، هر انسانی که یاردم کرده است برای کشتن مؤمن، این انسان در روز قیامت میگه در نزد خداوند میخسته است، در پیشانی در بین دو چشمهای این نوشته شده است که این شخصیت یعنی محروم و بی‌نصیب است از رحمت الله، یعنی محروم و بی‌نصیب از رحمت الله است این شخصیت. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار کشتن یعنی مؤمن و مسلمان این خیلی گناهی بزرگ و نابخشیدنی هست. به همین خاطر ما و شما از این گناه ها حرکت کنیم که خودمون نگه بداریم، خودداری داشته باشیم. اکنون اینجا بعضی اعلان ها هم هستن، آخرون ان شاء الله اعلان ها رو بیان میکنیم.